کتاب نوبتی که در صفحه 1000 کتاب معلومات می‌دهیم این نیشکر فرزانه. نیشکر کتاب 13 در سلسله کتاب‌های 30 سالگی استقلالیت است. کتاب نام برده از طریق مؤسسه نشریه معارف سال 2019 نشر شده است. کتاب از 240 صحیفه یعنی 15 جزء چاپی عبارت است. صحیفه های درون کتاب یک رنگ بوده. مقابلش رنگه می باشد. کتاب با صفت اعلی در مطبعه جمعیتی سهامی پوشیده گنج نشریات با تعداد 10,000 نسخه چاپ شده است. با مجموعه مذکور سلسله اشعار شاعره خلقی تاجیکستان فرزانه در وصف وطن و بزرگان ملت، در ستایش مادر، سلسله رباعیات دوبیتی ها و یک دسته شعرهایی که بار اول به چاپ میرسند وارد شده‌اند. سال 1985 فاکولته زبان و ادبیات تاجیک دانشکده آموزگاری لنین‌آباد را ختم کرده است. استاد همان دانشگاه کارمند روزنامه ولایتی بود. حالا در بخش سعودی اتفاق نویسندگان تاجیکستان کار میکند. شاعر خلقی تاجیکستان برنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی. عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان از سال 1989 است. این کتاب برای آنهایی که میخواهند به ایجادیات فرزانه شناسایی پیدا کنند دستور خوب است. کتاب را از مغازه‌های کتاب میتوانید دسترس نمایید. این بود معلومات مختصر درباره کتاب نیشکر فرزانه. نوابسته از تضادهای زندگی با شما تنها کتاب همنشین و همصحبت است. زیرا یگانه دوستی که شما را فریب نمیدهد و بی آزار است این کتاب می باشد. کتاب خوانید و با ما باشید. پخش نمودن تومچی قید را فراموش نکنید. خیر دوستان عزیز، تا نشری نوبتی صحیفه 1000 کتاب.